سلام به دوستان عزیز، خوش آمدید در این ویدیو آموزش ساخت ادیت کاغذی. خب دوستان شما باید برنامه فوتوکی رو از مارکت نصب کنید. حالا من نصب کردم و وارد برنامه فوتوکی شید. خب جو برای ساختن ادیت کاغذی عکس نوشته جدید رو انتخاب کنید. اینجا شما می توانید هر چیزی که دوست دارید را بنویسید. حالا برای فرض متن جدید بیارید، پس زمینه بیارید، شکلک، عکس از گالری بیارید، ابزارها. بله 4 تا. حالا من برای فرض متن جدیدی میارم. خب من چی نویسم؟ مثلا خرید و فروش آنلاین. خب شما اینجا چند تا نمونه واسهتون وارد چند تا فونت یکیشون انتخاب میکنم. حالا من اینو انتخاب میکنم. خب یه متن جدیدی دوباره اضافه میکنیم. برای دریافت تیک آبی به ویدیو زیر پیام. نه تقریبا بی ربطه ولی خوب میشه. من چیز مونتی انتخاب نکردم. وارد شکلک میشیم. از گالری عکسی میاریم. اینجا میتونه عکسی که انتخاب کنید بدون برش باشه یا با برش. حالا من اینجا با برش انتخاب میکنم. یا رو قطع میکنم تا یه عکسی بیارم. خب حالا یه عکس آپلود که آوردم با برش اینطوری. بله خب روی این کلیک میکنیم. حالا عکستون مثلا برای فرض من اینجا میذارم و میرم یه عکس دیگه بیارم بدون. حالا یوتیوبم آوردم و میرم لینک یوتیوبمو بزنم. جا نیست ولی اینجا می‌نویسیم، اینجا میذاریم. خب تقریبا دیگه شما هر چیزی که میتونید درست کنید. و اینجا برای که ادیت کاغذی بشه این رو کلیک کنید. یادتون باشه با اینترنت و فیلتر شکن وارشید. یعنی ساخت عکس رو میزنیم. خب دوستان حالا چند دقیقه باید اینجا صبر کنیم. اگه نتتون قوی باشه چند دقیقه اینم. بله خب ما فکر کنم با فیلتر شکن خاموش کنم. ببخشید. خب دوستان بخش ادیت کاغذی بعد بود و اینجا یکی دیگه درست کردیم. 3 بعدی میزنیم. ساخت عکس کلیک میکنیم. بدون فیلتر شکن وارد بشید و اینجا هر چیزی که دلتون بخواد رو 3 بعدی کنید. حالا برای فرض ادیت کاغذی این مثلا من اینو میخوام. اینجا ساخت رو کلیک میکنیم. تایید رو میزنیم. 200,000 تا شیبا جایزه. فقط کافیه ثبت نام کنی. بلافاصله بعد از تکمیل فرایند ثبت نامت 100,000 تا شیبا جایزه دریافت میکنی. حالا کافیه با استفاده از کد معرف دوستتم بیاری توی بازی. اینجوری به ازای هر دوستی که دعوت میکنی خب تبلیغ تموم شد. اینجا حالا داره ادیت کاغذی رو برای ما درست میکنه. نشد. خب دوستان نشد. حالا من اینجا توضیح می نویسم. خب وقتی که شما شد وارد صفحه جدید میشین و عکس شما که ادیت کاغذی، یعنی وقتی که این تموم بشه عکس همین دیگه عکستون درست میشه و میتونید این عکس رو وارد گالریتون کنید. حالا مثل این. میبین من اینطور ساختم. بله وارد لیستتون شد. انشالله از این ویدیو خوشتون اومده باشه.
خدا نگهدار.